از وقتی که فرشاد ازش خبری هست شده خیلی این قضیه ترند شده و هر کسی راجبش نظری داده. ولی من دوست داشتم از یه دید دیگه به این قضیه نگاه کنیم که علت حذف فرشاد چی بود و به نظرم این علت توی تفاوت بزرگی بود که فرشاد با همه شرکت کنندهایی که اونجا بود داشت. این تفاوت مربوط به اخلاق و رفتار کردارش هم نیست. یه تفاوت خیلی بزرگی که بین فرشاد و همه شرکت کنندهایی که تا الان توی این برنامه اومدن حضور پیدا کردن کاری بقیه که بعدم میان ندارم. ولی تفاوتی که فرشاد با همشون داشت و خیلی تفاوت مهمیه اینه که فرشاد ساکن ایرانه. ایرانی که رفته ترکیه و بعد برای این برنامه رفت و بعد برگرده دوباره به ایران که برگشته. و این حرف منو باید اونجایی درک کنی که آدم مهاجرت کرده باشی. آدمایی که مهاجرت میکنن وقتی وارد کشور غریب میشی دنبال هموطنت میگردی. از هموطنت کمک میخوای، سعی میکنی که با هموطنات بر بخوری، دنبال رفیق جدید میگردی. اگه کسی برات معرفت خرج کنه به کمک کنه تو سعی میکنی 10 برابرش رو برگردونیش. به هم نهاد هموطنات متحد میمونی. ولی یه جایی از قضیه بعضی از هموطنای بی‌معرفت با اینکه بهشون اعتماد کردی به خنجر میزنن روش، میشن نارفیق دو عالم، پشت تو غربت خالی میکنه و تو میشی تنها ترین. و این دقیقاً اتفاقی بود که فرشاد بین اون آدم‌ها اتفاق افتاد. اون آدم‌ها از ایران رفته بودن تو ترکیه دارن زندگی میکنن و فرشاد بین اونها ترین بود. و حیف. ولی خب میشه از رفتار و اعمال بعد برنامه‌شون دید که فرشاد مثل اونها نبود. دم فرشاد گم خوبه که آدم وقتی کشورش عوض میشه حداقل ذاتش عوض نشه. عشق ابدی رو دوست داشتیم بازم ببینیم. ارادت.